با سلام خدمت شما. خواستم در مورد این یوفوی بسیار موثق و مسخره که در مکزیک در اومده صحبت بکنم. این یک ترکیبی بسیار زشت و قبیح از حیوان انسان به نام جوزفین در واقع اومده استخوان‌های در ساعد رو از ران ماده برداشته، سمت راست رو از در واقع نر برداشته، معکوس گذاشته. اساسا نتونسته این استخوان فمور رو درست با هم جوین کنه. لگند داره تقارن نیست و داره شیب هست. اصلا حیوان نمیتونه به این صورت بیسته، چه برسه به این که فعالیت بیاد. تازه چی بگم، مفاصل رو نتونسته به هم بچسبونه. اساسا اگه امارایی رو نگاه بکنیم ببینید که استخوان‌های ریز دست‌ها همشون تا به تا برعکس دیده شده و در حقیقت یک شکل بسیار زشت و قبیح رو داده. حالا شما انتظار دارید این حیوان که نمیتونه وایسه با این چیدمان بیاد یک سفینه مافوق صوت بسازه، تازه اهرام مصر هم کمک کرده باشه ساخته باشه. تو نمیشه دروغ گفت، بخاطر که امکانات زیادی هست که میتونه دروغ رو برملا کنه. مثلا سر این یوفو رو از دو تا حیوان برداشته، میکس از دو تا حیوان در واقع لاما و آلپکا یا آلپاکا استفاده کرده. اومده قسمت جلوی سر رو از یکی از حیوانات، پشت سر رو از دیگری برداشته. بسیار زشت و قبیح و بچگانه اینها رو با هم دیگه اورگامی کرده، چسبونده سشون. من نمیفهمم واقعا. که نگاه کنید قسمت جیجگاه رو برداشت برای در واقع قسمت جلوی سر برای از یکی از حیوانات برداشت قسمت جیجگاه رو و واقع اینها رو به هم چسبونده. تو فیلم هم که شما مشاهده میکنید که با تمام ادله محکم به نشون میده که در حقیقت قسمت های متعددی از این سر از دو تا حیوان گرفته شده. آقا دروغ نگید، با حقیقت زندگی کنید. یا علی.